ستاد جمهوریه مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان توی دامادی و عروسی با شرکت 200 نفر را اجازت داد. ماه ایولی سال 2020 کمیته دینی تاجیکستان اعلان کرد که به خاطر جلوگیری از پنشوی کرونا تویها باید با شرکت 30 تا 40 نفر برگزار شود. خبرگزاری دولتی خبر خبر داده است که ستاد جمهوریه مبارزه با کووید 19 روز 27 مارس با شرط رعایت نمودن چاره‌بینی‌های بهداشتی توی دامادی و عروسی با شرکت 200 نفر را اجازه داد. در تاجیکستان پس از اعتراف وجود کرونا در ماه اپریل سال 2020 بیش از 2 ماه برگزاری مراسم خانه‌دارشوی منع بود. ماه ایولی سال 2020 مقامات برگزاری توی دامادی و عروسی را اجازه دادند، ولی گفتند که به این مراسم نباید از 30 تا 40 نفر بیشتر مهمان دعوت شود. مقامات تاجیک میگویند از ماه январи امسال تا کنون هیچ موردی سیرت ساکنان با کرونا را ثبت نکردند، در حالی که در قرقیزستان و ازبکستان دو کشور همسایه تاجیکستان گرفتاران این بیماری بیشتر می شود. کارشناسان با این ادعای مقامات تاجیک با شبهه می نگرند.